روز 19 مارس در شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان مراسم ادای سوگند سردار بردیمحمدوف به عنوان پرزیدنت نو این کشور برگزار شد. خبرگزاری دولتی گفت این مراسم در قصر روحیات دایر شده است. پرزیدنت همکنون سابق ترکمنستان پدر پرزیدنت کنونی قربانگلی بردیمحمدوف از این به بعد تنها رهبر خلق مصلحتی پارلمان این کشور خواهد بود. او قبلا هم پرزیدنت، هم رئیس حکومت و هم رئیس پارلمان بود. به این ترتیب بار اول در تاریخ معاصر آسیای مرکزی نقشه در انتظار انتقال قدرت از پدر به پسر در ترکمنستان صورت گرفت. خبرگزاری دولتی نوشت این روز در تاریخ وطن مستقل و بی‌طرف ما همچون یک نقطه عطف که بیانگر ناگزیر بودن تغییرات دموکراتیک در کشور ما راه اندازی شده است. این خبرگزاری ترکمنستان را کشور دارای عنعنه‌های چندین عصره حکومت واقعی مردم نامیده افزوده است. سردار بردیمحمدوف روز 12 مارس در یک انتخابات شفاف و الترناتیوی و جوابگوی قانون ملی و بین المللی اکثریت آوازها را به دست آورده پیروز شد. کمیسیون مرکزی انتخابات پیشتر گفت در انتخابات پیش از مولت پرزیدنتی ترکمنستان سردار بردیمحمدوف 40 ساله با کسب قریب 73% آوازها غالب آمد. از 8 رقیب او آواز از همه بیشتر 11.09% را معاون رکتور دانشکده تربیت جسمانی و ورزش خدیر نونایف 44 ساله به دست آورد. جای سوم با 7.22% آوازها نصیب معاون حاکم ولایت مرو اوقاجان بیکمرودوف شد. 6 نامزد دیگری ثبت نام شده از 1 تا 2% آواز گرفتند، ولی از پیش معلوم بود که این 8 نامزد تنها به خاطر الترناتیوی جلوه دادن انتخابات و دادن مشروعیت بیشتر به پیروزی نامزد اساسی ثبت نام شدند. به این ترتیب سردار بردیمحمدوف به جای پدرش برای 7 سال آینده پرزیدنت ترکمنستان این کشور سرشار از کانهای نفت و گاز آسیای مرکزی انتخاب شد.